یه حس ناخوشایند دائم توی ذهنت میچرخه، دارم اشتباه میکنم یا هیولای خیانت روی زندگیم سایه انداخته. امشب توی این ویدیو 5 نشونه واضح و عیان خیانت مردها رو برات بیان میکنم، واضح و شفاف بدون هیچ حدس و گمان اضافه‌ای. میخوام کمکت کنم تا توهم و شک‌های بیهوده رو کنار بذاری. سوالی که در این مواقع ذهن زنها رو درگیر میکنه اینه که چطور بفهمیم مرد مورد علاقمون بهمون خیانت میکنه یا وفاداره. اگه تا امروز لحظه‌ای تردید کردی یا تو رابطت حتی برای یک لحظه این حس رو تجربه کردی، پس این ویدیو همونیه که باید ببینی. قبل از اینکه بریم سراغ 5 نشونه خیانت در مردها، از همه دعوت میکنم ویدئوی 6 دلیل اصلی خیانت رو که داخل کانال هست حتما ببینید. لینک این ویدئو رو داخل دیسکریپشن همین ویدئو براتون گذاشتم. گاهی خیانت با تغییرات آشکاری همراه نیست، بلکه با جزئیات کوچیکی آغاز میشه که در ابتدا اصلا به چشم نمیاد. مثلا همیشه قبلا با شور و اشتیاق درباره روزش و اتفاقاتی که در طول روز براش میافتاد صحبت میکرد، اما حالا مکالمه‌هاش سطحی و خالی از هر معنایی شده. قبلا مشتاقانه و با شور عشق کنارت حضور داشت، اما حالا پر شده، پر از مشغله‌های کم اهمیت. تماس‌ها و پیام‌هات رو با تأخیر پاسخ میده، حتی توضیح منطقی برات نمیاره و بهانه‌های بیهوده میتراشه. اگه این تغییرات تدریجی و مداوم باشه، وقتشه که با دقت بیشتری از زندگی و عشقت مراقبت کنی. اما حواست باشه همیشه این تغییر رفتارها نشانه خیانت مردها نیست. ممکن دلایل دیگری مثل استرس یا مشکلات شخصی در کار و امور مالی باعث این رفتارها بشه. مردها در این جور مواقع تلاش میکنن زن مورد علاقهشون رو از دردسرهاشون دور نگه دارن تا کمتر آسیب ببینه. اگه میخوای تو دام شک نابجا و ویران کننده نیفتی، پس لازم مردها رو عمیقاً بشناسی. برای شناخت بهتر مردها میتونی ویدئوی 4 راز مردها را که تاکنون هیچ کس بهت نگفته ببینی. لینک اون ویدئو رو هم توی توضیحات برات گذاشتم. کلید اصلی این بخش اینه که به جای غرق شدن توی شک خانمانسوز، به گفتگو و بیان مشکلات و بررسی رفتارهای مرد مورد علاقه بپرسی. جای اینکه کارگاه بازی در بیاری، شب روزت رو تلخ کنی، بهتره بقیه نشونه خیانت مردها رو که توی ادامه میگم ببین. مردی که چیزی برای پنهان کردن تو رابطه داره، به طور ناخودآگاه ارتباطاتش رو محدود میکنه یا رفتارهای محتاطانه از خودش نشون. کلاً مردها موجودات بسیار شفافی هستند، نمیتونن رازهای این چنینی رو مخفی کنن. طبیعت مردها رو جوری آفریده که کمتر میتونن رازهای به این بزرگی رو از همسر یا عشقشون مخفی کنن و خیلی زود خودشون رو لو میدن. خداوند مردها رو جوری آفریده که زن راحت میتونه همه اون چی که توی ذهن و قلبش میگذره رو بفهمه. توی این بخش مواردی که باید به اونا توجه کنی ایناست: گوشی و پیام ها. اگه تازگی‌ها گوشیش رو به پشت روی میز میذاره یا سریع قفل گوشیش رو فعال میکنه یا تماس‌ها و مکالمات مبهم و عجیب داره و تو صحبت‌های تلفنیش با رمز و اشاره با مخاطب پشت خطش حرف میزنه، شاید لازم باشه که بیشتر از قبل که از عشق و رابطت مراقبت کنن. البته ممکنه اون چیزی که از تو مخفی میکنه لزومت خیانت به تو نباشه. حتی تماس‌ها و پیام‌هایی که به نظر تو مشکوک میاد ممکنه انجام یک سورپرایز عاشقانه برای خود تو باشه. پس مراقبت کن که با شک و بدگمانی مردت رو ناراحت نکنی و از خودت نرنجوری. اگه یهو و ناگهانی رمز گوشی یا شبکه‌های اجتماعیش رو عوض کرد بدون اینکه دلیلی برای کارش داشته باشه، شاید لازم باشه بیشتر دقت کنی و مراقبت کنی، چون ممکنه سیل ویرانگر خیانت پشت دیوار زندگیت در حال طغیان باشه. باز هم لازمه که توصیه کنم یک یا چند نشانه ضعیف و پیش پا افتاده نمیتونه به معنی خیانت مرد مورد علاقت باشه. گاهی اوقات مردها فقط به دنبال حفظ حریم شخصیشون هستن. بذار یه نمونه عینی براتون تعریف کنم. مدتی پیش یکی از زوجهایی که به خاطر وسواس و شک بیش از حد به من مراجعه کرده بودن برام تعریف کردن که مرد بنده خدا برای 15مین سالگرد ازدواجشون در حال برنامه‌ریزی مخفیانه‌ای بود.
توی این مدت تلفنی با خانواده خودش و همسرش و دوستان همسرش مشغول برنامه‌ریزی بودن که متاسفانه خانم به این تماس‌های مخفیانه همسرش مشغول میشه. کار به قدری بالا میگیره که دیگه از کنترل هر دوشون خارج میشه. اگه پادرمیونی خانواده خانم نبود و لو دادن سورپرایز نبود، معلوم نمیشد که قراره چه بلایی سر زندگیشون بیاد. این زوج سالها پیش زندگیشون عاشقانه شروع کرده بودن و اتفاقا همدیگر رو خیلی هم دوست داشتن. متاسفانه این اتفاق و شک نابجا باعث شده که زندگیشون بعد از 15 سال دچار چالش و بحران بشه و برای رفع این بحران بزرگ به من مراجعه کرده بودن. به جای شک و قضاوت سریع و تلخ کردن زندگی و رابطه عاشقانتون، بهتر صادقانه در مورد احساساتتون و تغییر رفتارهای شریک عاطفی خودتون حرف بزنید. چه بسا بعد از یک گفتگوی ساده و صمیمانه متوجه بشید این تغییر رفتار مرد مورد علاقت و شک تو کاملا نابجا و بی‌مورد بوده. اگه دلیلی منطقی برای این تغییرات نداشت و اصطلاحاً تلاش میکرد سرت رو به سقف بکوبه، شاید نشونه ای از چیزی باشه که باید بیشتر بررسی کنی. چه بسا مرد این دوتا نشونه رو هم بروز بده و دلیلی که تو رو مجاب کنه برای رفتارش نداشته باشه، اما باز هم این دو مورد به تنهایی اثبات کننده خیانت یک مرد نیست. گاهی خیانت با تغییرات محسوسی توی زندگی زناشویی و رابطه خصوصی بینشون شروع میشه. در بیشتر مواقع این تغییرات رفتاری کاملا ناگهانی و غیر منتظره هست، به نحوی که آشکارا همه چی یکو عوض میشه. دیگه خبری از آغوش‌های گرم و صمیمانه، بوسه‌های یهویی و داغ روزها و هفته‌های گذشته نیست. مرد دیرتر به رخت خواب میره یا زودتر از حد معمول میخوابه و برای این رفتار جدیدش بهانه‌هایی میاره که تا به حال ازش سراغ نداشتی. چیزایی که باید به اونا دقت کنی اینه: برنامه‌ریزی‌های جدید بدون توضیح منطقی. اگه مرد مورد علاقت ناگهان شروع به اضافه کردن فعالیت‌های جدید و غیر منتظره به برنامه روزانه یا هفتگیش کرده، ممکنه نشونه و زنگ خطری برای تو باشه. غیبت‌های طولانی‌تر از حد معمول. اگه زمان‌هایی که قبلا توی دسترس بود حالا مملو از جلسات کاری یا مشغله‌های جدید شده، شاید بهتره که با دقت بیشتری که از مرد مورد علاقت و رفتارهای جدیدش سر در بیاری و بیشتر کنجکاو باشی. وقتی بهانه‌های تکراری برای عدم حضور در کنار تو میاره و این تغییر الگوی رفتاری بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای هست، این هم میتونه یک علامت هشدار دیگه‌ای باشه. هرچند این تغییرات به معنای خیانت نیست. گاهی مردت واقعا درگیر چالش‌های کاری هست که به فضای بیشتری برای خودش داره که بتونه خودش رو با شرایط سختی که داره وفق بده. توی یکی از برنامه‌های کوهنوردی داشتم، یکی از همنوردای منو کنار کشید و گفت مدتی است که به کوهنوردی علاقه‌مند شدم. چون تا به حال چنین برنامه‌هایی تو زندگیم نداشتم، همسرم بهم شک کرده و من به خاطر اینکه بتونم کوهنوردی کنم مجبور شدم بهش دروغ بگم. وقتی ازش خواستم که حقیقت رو به همسرش بگه، ترس داشت که همسرش به خاطر حضور خانم‌هایی که توی گروه کوهنوردی هستن مخالفت کنه. من اصرار کردم که حتی در صورت اطمینان از مخالفت همسرش باز هم صادقانه مسئله رو بهش بگه. الان ماهاست که هر دوشون از اعضای خوب و فعال گروه ما هستن و در کنار هم علاوه بر ورزش بسیار مفرح کوهنوردی، لذت توأمانی از طبیعت و کنار هم بودن رو دارن تجربه میکنن. همیشه بهترین و ساده ترین راه اینه که به صورت مستقیم و شفاف اما بدون قضاوت در مورد تغییرات رفتاری مرد باهاش حرف بزنید و واکنش و توضیحاتش میتونه خیلی چیزا رو برای تو روشن کنه. کتمان نمی‌کنم که مردها در بعضی مواقع شیطنت میکنن و از قصد کاری میکنن که عشقشون به اونها مشکوک بشه تا مورد توجه بیشتری قرار بگیرن. گاهی اوقات ما اونقدر درگیر روزمرگی میشیم که فراموش میکنیم هدف از زندگی و عشق لذت بردن هست. مردها برای جلب توجه کسی که دوستش دارن دست به کارهای عجیب و غریبی میزنن. مردها حتی توی 70 سالگی هم احتیاج به مادر دارن. اینجاست که یک زن عاقل بعضی وقتا نقش یک مادر خوب رو باید برای شوهرش بازی کنه. در اینجا به 3 نشونه مهم اشاره کردیم که میتونه به شما کمک کنه تشخیص بدید آیا مرد مورد علاقت
کاملا بهت وفاداره یا نه. حالا نوبت شماست. آیا تا به حال تغییری تو رفتار شریک عاطفی دیدی که باعث شک و تردیدت بشه؟ تجربه های خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و باقی دوستان به اشتراک بذارید. به نظرتون کدوم نشانه از همه واضح‌تر و مهمتره؟ گاهی اوقات خیانت تو رفتارهای روزانه و برنامه‌های جدید نیست، بلکه تو احساسات و ارتباطات عاطفی خودشو نشون میده. چیزایی که باید به اونا توجه کنی اینه: کمتر از قبل تو رو تو آغوش میگیره و لحظات صمیمی رو کمتر تجربه میکنی. حرفای عاشقانه‌ای که قبلا میگفت حالا به ندرت ازش میشنوی. دیگه به جزئیات مهم زندگی توجهی نشون نمیده، انگار که از لحاظ احساسی فاصله گرفتی. توی گذشته برای وقت گذروندن با تو هیجان داشت، اما حالا بهانه میاره، بهانه‌ای که ممکنه اصلا قابل قبول هم نباشه. اما باز هم میگم مراقب باش، این تغییرات همیشه به معنی خیانت نیست. گاهی مردها به دلایل زیادی مثل استرس، مشکلات کاری، مشکلات شخصی، مشکلات مالی یا خانوادگی، حتی مشکلاتی که ممکنه بین خودش و خانواده خودش یا دوستانش پیش بیاد کم حوصله بشه. راه حلش اینه: قبل از اینکه نتیجه گیری کنی، قبل از اینکه تهمت بزنی، قبل از اینکه به شک خودت پر و بال بیش از حدی بدی، سعی کن ارتباط عاطفی تو دوباره تقویت کنی. دوباره درباره احساساتت باهاش صحبت کن. اگه بهانه‌های بی‌دلیل داشت و ادامه داد به اینها، شاید لازم باشه بیشتر از قبل بهش توجه کنی و بیشتر مراقبت کنی که بیش از این از زندگیت دور نشه و خودت هم دچار هیولای خیانت نشی. وقتی مردی علاوه بر مواردی که قبلا تو این ویدیو گفتیم ظاهرش رو ناگهانی تغییر میده و اصطلاحاً خیلی به خودش میرسه، عطرهای مورد پسند خانم‌ها رو میزنه یا لباس‌های با رنگ‌هایی میپوشه که قبلا از پوشیدنشون کراهت داشت، میتونه نشانه قوی باشه که نباید نادیده بگیری. هر آن احتمال داره که با واقعیت تلخی روبرو بشی که دنیا رو سرت آوار کنه. یکی از مراجعینم چند روز پیش برام تعریف کرد: اما وجود دلایل زیادی که برای خیانت شوهرم داشتم، باز هم نمیخواستم باور کنم که ممکنه مرد من به من خیانت کنه. من همه جوره بهش اعتماد داشتم و هر چی میدیدم رو به حساب شک بیجا میذاشتم. میگفت هیچ وقت به تغییرات رفتاری و ظاهری شک نمیکردم، تا اینکه یه روز ازش پرسیدم چه خبر این همه به خودت میرسی؟ بدون این شرمی بهم گفت اون چه نباید رو میشنیدم رو شنیدم. وقتی بهش گفتم تو خودت باعث شدی مرد زندگی بیشتر توی منجلاب خیانت فرو بره، اول قبول نداشت که اون به رابطه‌شون نه تنها اعتبار نداشته که اول از همه به خودش ظلم کرده که هرچه دیده رو نادیده گرفته. باور نداشت که ترسش از روبرو شدن با حقیقت تلخ خیانت باعث میشه همه مردها رو تنها به چشم خیانتکار ببینه. همه آدم‌ها ممکنه پاشون ناخواسته تو مردابی که آدم رو فرو میبره بذارن. این وظیفه هر زن و مردی است که از همسرش، از وفاداری اون مراقبت کنه. زن و مرد هم نداره. امروز که این خانم بسیار غمگین هست، داره نتیجه ساده انگاری و غفلتش و هوسبازی شریک زندگیش رو میبینه. مراقبت از خود تنها خوب خوردن و خوب پوشیدن نیست. یک زن یا مرد وقتی خیانت می‌بینه دنیا رو سرش آوار میشه. متاسفانه تو جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم آدم‌ها در هر حالی قضاوت می‌کنن و این قضاوت‌ها درد ما رو بیشتر می‌کنه. با امید روزی که تمام مردان و زنان جهان پا رو از دایره وفاداری بیرون نگذارند و همیشه از خودشون و شخص مورد علاقه‌شون مراقبت کنند. گاهی تغییرات کوچیک نشونه‌های بزرگی هست. آیا این تغییرات رو توی رابطه دیدی؟ نظرتو توی کامنت‌ها بهم بگو. اگه تجربه مشابهی داشتی چه برخوردی داشتی؟ حتما توی کامنت‌ها برام بنویس. اینجا قراره همه به هم کمک کنیم تا زندگی و روابط بهتری داشته باشیم. رابطه یک هنره و همه شما میتونید هنرمندان درجه که این هنر یعنی هنر رابطه باشید. اگه متوجه شدی که همسرت یا مرد مورد علاقت خیانت کرده، چه باید بکنی؟ این لحظه میتونه یکی از سخت‌ترین تجربه‌های عاطفیت باشه، اما واکنش صحیح میتونه به تو کمک کنه تا تصمیم منطقی یا آگاهانه بگیری. 3 مرحله بسیار مهم برای برخورد با این مسئله وجود داره. اول، واقعیت رو بپذیر اما تصمیم عجولانه‌ای نگیر. وقتی با خیانت روبرو میشی، اولین واکنش ممکنه خشم و اندوه شدید باشه.
اما مهمترین کار اینه که قبل از هر اقدامی اطلاعات کامل رو جمع آوری کنی و از صحت شک خودت مطمئن بشی. عجولانه تصمیم نگیر، بلکه لحظه‌ای توقف کن، فکر کن و شرایط رو بررسی کن. دوم، گفتگوی مستقیم و صادقانه. اگه تایید شد که خیانت اتفاق افتاده، باید بدون هیاهو و احساسات تند دنبال توضیح و توجیه باشی. توی فضای آروم باهاش صحبت کن، ازش بخوا که صادقانه درباره دلایلش صحبت کنه. خیانت همیشه به معنای پایان قطعی رابطه نیست، اما باید دلایل اون بفهمی، ببینی آیا راه حلی برای حل مشکل وجود داره یا نه. سوم، تصمیم گیری قاطع و تمرکز روی خودت. بعد از صحبت دو راه وجود داره: یا ترمیم رابطه که اگه اون پشیمونه و حاضر اعتماد رو بازسازی کنه، میتونی از مشاوره‌های روانشناسی کمک بگیری. دوم، تمام کردن رابطه. اگه خیانت تکراریه یا هیچ تمایلی برای ترک رفتار و تغییر نداره، شاید بهترین تصمیم رهایی از این رابطه و تمرکز روی زندگی شخصی خودت باشه. نظر تو چیه؟ آیا با این راهکارها موافقی؟ توی کامنت ها از تجربیات و نظریات خودتون برای همه ما به اشتراک بذارید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا محتوای بیشتری ببینید. در نهایت یادت باشه ارزش تو بیش از اونی که توی یک رابطه ناسالم گیر بیفتی. قدر خودت، عشق پاکت و قلب خودت رو بدون. زندگی ادامه داره و همیشه میشه دوباره از نو شروع کرد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش بتونید چیزهای مفیدی یاد بگیرید. تا دیدار دیگر، بدرود.